حاجی امروز براتون تیپ این تهرانی های پولدار رو زدم. این تهرانی های پولدار هستن که جمعه صبح اول میرن سونا و بعد میرن نمیدونم باشگاه انقلاب و اون موقع بعد میرفتیم نایب سایی غروب هم میرفتیم هات چاکلت بلکه یه کسی بلند کنیم بلکه. امروز تیپ گرمکنی براتون زدم چون امروز تا ساعت 1 بیشتر سر کار نیستم. گفتم با گرمکن و رویز و موزیک و خیلی حس مایداری. ولی همیشه بچه‌ها یادتون باشه در اوج مایداری مرغانه رو یادتون نره. تو مرغ رو اونجا میخورم. رویز بود گرم میگیره نمیگیره؟ اون نایب سایی رو یادتون نیست من که دارم میگم. بعد 20 سال پیشه. آقا چاکر رفقا، هوس آهنگ متالیکا Nothing Else Matters، آهنگ اونو هوس کردم دارم گوش میکنم. این تیپو برای شما تهیه کردم، امیدوارم اینم تخم مرغ و غذا و ایناست. دارم میرم سر کار، همین ماشین رو بدم یه آب بزنن. این ماشین رو پوس آوردن انگار خارکوسه شستن. ساعت 1 اینا برم یه ورزش، 1 ساعت ورزش بکنم و دیگه وسیله ها رو جمع کنم و میخوام داداشی ها و خواهرای منو ببرم اونجا به سمت رنج. انقدر استوری بذارم یهو اینجوری کنیم بگین یه حلقه یه طلایی آیسی داری میگایی. میخوام بابا یه موزیک بذار گوش کنیم. این اینستاگرام گاییدی ما رو به قرآن مجید. کثافت. الان یه کارمند ایرانی اون تو باشه میره به صاحبش میگه سریع میگیرم منو محروم میکنن از توی یارو شبکه‌های مجازی. آقا خیلی از رفقای نازنین جیگرای من که میدونی که ای من کیلوخواهی شما رو بخورم انقدر شما با معرفتین، خواهرها دست شما رو ببوسم دیگه. کیلوخواهی جزو اعضای بدنه دیگه کسبازی در نرین. وای چه حرف بدی زد. نه گوشتون رو بخورم گردن رو بخورم دیگه، همون دیگه همونه دیگه، ولش کن. سوال کردین آقا حال رفیقت بهتره؟ داداش امروز خدا رو شکر 80 درجه بهتره. تا 3-4 روز دیگه میاد رو 100. از اینجا نیست که من ببینمش، ایرانه. واو لحجه آمریکایی تو ایسان داره میگه. واو آقا یه ویدیو برای من فرستادن، من خیلی خدا شاهده ناراحت شدم. یعنی تو این همه سال، تو این 10 سالی که اینستاگرام دارم، تو این 8-9 ماهی که الان خلاصه رفیقای ما دایره رفاقت ما زیادتر شده، هیچ ویدیوی به اندازه این منو ناراحت نکرد که یه دختر بچه 3-4 ساله رو بهش یاد دادم بگن ناله کن فلان. بابا آخه پدر مادر نفهم گوه چرا دارین ما رو خراب میکنین؟ این بچه 2 روز دیگه میخواد بزرگ بشه، این ویدیوها میمونه، این ویدیوها پخش میشه، اون بچه است نمیفهمد معنیش چیه. چرا این کارا رو میکنین؟ به خاطر اینکه 4 تا فالوور و 4 تا کسشر یارو کنین توی سوشال مدیا. بده بابا این کارا. بگین یارو رو هر جا دیدین ریپورتش کنین، پیجش پیدا کنین بفرستین برام، من خودم ریپورتش کنم بره. خجالت نمیکشی آخه؟ جاکش بچه 3 ساله رو میدین حرفا رو بزنه. بابا هر چیزی راه و رسمی داره. سوشال مدیا برو یه چیزی برای خودت پیدا کن، یه کانسپتی پیدا بکن که 4 نفر خودشون بیان تو رو فالو بکنن. آقا آدم بچه خودشو، آقا آدم تن جمعشو، به قول شمالیا پیرن تنشو میاد میگه این حرفو بزن. 2 روز دیگه بچه میخواد مدرسه بره، دانشگاه میخواد بره، 1000 تا حرف میشه، 1000 تا بلان میشه. گناه داره بابا، دلت برای بچه خودت بسوزه که چی مثلا بره ریلز 50 میلیون نفر، اصلا 1000 بیلیون نفر ببینم. مگه از بچت کسی مهمتره تو این دنیا؟ من کیرم تو سوشال مدیا آخه. نکنین با تو رو قرآن به این بچه نکن آقا، خالکوبی نکنین. جان ناموستون آقا، اصلا اسم من، عکس من، حرفای من 4 تا حرف درست حسابی میزنم، خدا رو خالکوبی کنی. این ناله کن چیه بابا جان؟ ما رو یه کاری میکنین دیگه اصلا راحت نیستیم ما حرف بزنیم. اینقدر ناراحت شدم ناموسن الان. آقا چاکر رفقا، دیگه ساعت هلوش 12 است. تا حالا آفیس نشسته بودم، الان اومدم بیرون.
میرم خونه. میخواستم حقیقتا برم ساعت 1 باشگاه، ولی شاید امروز استراحت بگیرم چون دیگه تمرین کردم 4-5 روز دیگه. گفتم فردا ساعت هلوش 3-4 میرم رنج. الان یکی از بچه‌ها میخواد بیاد خونه، یه کار آچارکشی میخواد با سریع انجام بدم چون میخواد پرواز بکنه بره میامی. نیست اگه میخوام ببینمت. گفتم باشه بیا پیشم. بس دیگه میرم خونه. هلوش فکر میکنم ساعت لیدس دیگه 3:30-4 راه بیفتم. میخوام روز اونجا لاخه شما ببینیم. بعد فردا صبح که برمیگردم، فردا دیگه 7-8 صبح برمیگردم دیگه. میرم باشگاه و بعدم میریم دیگه پارتی و فلان این برنامه. شما همراه من هستین. و دلیلی که اون عینک رو نزدم این دوتا این عینک ها رو بعضی موقع میذارم تو ماشین. اون عینک احساس کردم قهوه‌ای اصلا ربطی نداره، این بهتره. آره دیگه همین دیگه. ماشینم شست، ماشینم دادم شست. ماشین تمیز بود، الکی دادیم شستن. پسرم بیچاره اما حساب میبره بنده خدا، انقدر بچه خوبی کلمبیاییه. دیگه الان میرم منزل، گوشی رو شارژ میکنم، دوستم میاد، 1-2 سالتو هم دیگه رو میزنیم و وسیله جمع میدیم برای خرید. میخوام گوشت بخرم و ماس و برنج و بعد میخوام داداش تیدوز بگیرم، همون بغل منقل. نمیخوام غذا مزا بخوریم برنج پرشیم به گا بریم. میدونی چی میگم؟ همون بیرون میز بغل استخ موزیک و نم یکی 2-3 تا پیک بیشتر نمیخورم. مس میکنم از یون میگم حاجی جدیدن سن من رفته بالا، مس میکنم زود، نمیدونم چرا. آره دیگه همین دیگه. آقا هفته دیگه یه روز میخوام برم کلاس گلف، یه روزم میخوام برم تنیس. الان حاجی اومد، سه‌شنبه حاجی میاد سه‌شنبه حاجی از اسپین میره الی، منم پنجشنبه میرم. برگردیم باید برم تمام وسیله‌های گلف و اون چوب و پیرن و سیگار برگ و کلاه و دستکش و الان من میدونم دیگه. الان یه $2000 تو لباسای گلف گیره، $2000 هم برای همین یاروی تنیسینا دیگه. $4000 ما احتمالاً پیاده ایم. مثلا هم 2 جلسه 3 جلسه میرم و زانوی من درد گرفت و پای من کوچیک شد و نبود برای خودم سرگرمی درست کنم حاجی. همش کار و خونه خسته شدم حاجی. باشگاه کار خونه، باشگاه هم گسکه شده کار برای ما خودش. الان بعد برم میذاره تیراندازی این تفنگ مفنگا رو بگیرم. چرا استفاده نمی‌کنی کسخل؟ دنبال چی در زندگی؟ بعد قصه داری می‌خوری. چند تا عکس من بعدم باد چی ما رو نگاه میکنین تو این رویز خارکسته حاجی. ما غم خالصیم تو این ماشین نشستیم. چی مردم ما رو نگاه میکنن، همه حالا میگن این چه حالی داره میکنه. نه به قرآن آویزانیم ایوه الناس، اعصابم خرابه. حالا دیگه آقا 100% هفته دیگه منو یادم بندازیم. بگو آقا گلف، تنیس، یوگا، این کسبازی همه رو باید برم. به من بگیرم، من چون با شما رو درواسی دارم میرم، وگرنه نمیرم. حال ندارم نمیرم. خب بس یادتون نره لباس سفید گلف رو بپوشم و چوب دست بگیرم، یه عکس بذارم این کسموس خارجی رو قفل کنم، میگن این 100% گلف بازه اینقدر لایک مایک میخوره. و منم که میدونی که فیگورشو بلدم دیگه. صندوق رویز بده بالا، چوبای گلف رو بردار، آب معدنی فلان. آقا ماشین لسکو بگه. آقا ماشین شاهنشاهی رو روشن کردیم. الهی با امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم. ای خواهر شیطان رو گاهیدن دیگه. این دوست ما اومد کاراش انجام دادم، بنده خدا رفت. یارو زده که دایرکت داده که بروکلی رو جا کن حالت خوب بشه. بروکلی چیه؟ Door is open. Mine is open. No, why the light is on? Your belt probably. No, my probably is here. Okay, we're gonna find out. Don't worry about it. آقا 1 ساعت و 5 دقیقه راهه. من و اگه 2 نفری میدیم. نورالدین دیشب کار کرد، خسته از خوابیده. داریم میریم اونجا که روزه شما اونجا رو ببینید. حالا میخوام وایسم اونجا خرید مرید بکنم، هم استوری میذارم دیگه. تا نیم ساعت دیگه پس فعلا. قربانت، خداحافظ. آجی تو راهیم داریم میریم، هنوز نرسیدیم که خرید کنیم. ببینید اینجا چقدر قشنگه، جای شما خالی.
خارش گاییدم. آمریکا و بنز و که ما فکر میکردیم این خارکست بازی ها پیش بیاد آخه. خدا رو 100,000 مرتبه شکر. اما جو جیرو اگه مستشب سونه کسکشا جان عاشق این چپرم. چپر به فارسی چی میشه؟ این بغل این سفیده هست کنار سیمخارداره. چی اون سمت راست؟ خارش گاییدن. خود اینجا همین الان که آنشلی با موهای قرمز می‌بینیم پشت با یه دونه سگ داره میدوه. حالا بذار برم تو باغ این فامیل ما اونجا رو نگاه کنین که اصلا اسال میشه آدم. بذار استوری زیاد نذارم که اونجا رو بگیرم. خب اینجا فعلا همین پیشباز الان اینجا اهنابندونه. الان میریم عروسی اون بر. آقا اومدیم میخوایم گوجم کباب کنیم. میذارم اینجا توی گوجا. تا کباب رو درست بکنم اونجا ماشین از این چهارچرخا داره. یه فامیل دیگه همون که همون فامیل اوناست گفتم میاین اونا بچه دارن. گفت آقا الان دیگه ما بیایم و برگردیم اینا دردسره. هیچی دیگه. من به ازش پرسیدم گفتم اونجا جنمن نداره که. گفتم ریپورت جنبازی ندادم تا حالا که. گفت نه ندادم. گفت خب خیلی ساکته. بودم اگر میگم تا صبح بخون اونجا فقط. اینو گرفتم میخوام یه ذره از اینام بگیرم که با عرق بزنیم. این ولی اینا مثل ایران نیست. اون مزه رو نمیده. فهمیدی؟ That's the spicy one or no? Is that the spicy? You like the spicy? Thanks brother. اینجا هم میخوایی نگاه بکنه اینجوریه دیگه. 1000 بار. این اون نیست. این یکی دیگه است. رحب مال خارکس قند کن دیگه. حاجی اینجاست. رسیدیم. تراکتور رو نگاه کن. ای خدا. اشتباه رفتم. وایسا اشتباه رفتم. رمز رو اشتباه زده بودم. این بود رمزش. این از همینجا باغشونه. حرکت. اینجا دادم زندگی کنه. والله با کاری به کسی دیگه نداری که. اینجا هستی برای خودت دیگه. حواست هست که این حیات خونه هست خام باشه. خارکسته اومده برای الان دیگه برای سرکشی اراضی مرازیان اینجاست الان. حاجی اینجا اصلا با چشم معلوم نمیشه. اون قوها رو میبینیم ته نشستن. دره رو وا کردم. غیر قابل وصف حاجی که اینجا چیه. Can you close it? Can you close it? Yeah, I don't know. I thought like No, it's okay, it's okay. I thought it was gonna be code you were about. No, it's okay bro. No, it's fine. It's just that the cable is there. Just tied it with the cable. الان اینجا میرم جلوتر دیگه خونه است. حالا همینجا فیلم میزنم. گفتم این در رو ببنده. خوب شد حاجی.
خوب شد ما ترک کردیم اومدیم اینجا و اینا اوضاع خیت خیتو بود اینجا والا عرقخوری خودش بدتره نگاه کن میخوام ادامهش رو بگیرم تا برسم دم خونه اون ماشینه بود اتوبوسه گفتم خونه از توش اونه الان اونو وا میکنم الان برسم الان الهی به امید تو حاجی رسیدیم این میریم بغل که تو سایه باشه اینم در کنار اتوبوس همه جانی موس اولاغه رو ببین داره چیزی ناله میکنه برای اون یکی آقا اینجاست دیگه رسیدیم میخوام حالا به شما نشون بدم که حال کنیم کلید رو پیدا کردم خارکسته قصره گمپایی رو در بیاریم اینجا رو نگاه کنین آجی چقدر باحال این تو حالا میگیرم فعلا بذار بیرون رو نشون بدم اون چیزای اصل رو میبینی Where's my sandal if you want حاجی همینجا کباب و بساط عرقخوری و گروه ضرب موسیقی هم که اونجاست عجب آبی حاجی برم یه آب همین الان من بزنم که سرحال شم این زمین میره تا اون ته الان اونجا از اون چهارچرخ‌ها هست اون رو من ور میدارم میرم برای کسچرخیانه اون پایین صدای هیچی نمیاد یعنی هیچ نمیشه آدم اینجا خوبی چی نمیزنیم مشروب بخوایم سرش هم بیاریم روزا خیته اون 4 تا کس مشنگ رو کنم بر اگر بندازم تو آب با این یارو بگیرمش این تو مال استخ میگیرم چقدر خوشگل حاجی اینجا You bought that Tito's? Why you got the big one? They have that one? We're gonna die bro, we're gonna do half Take it back where? اینجا رو نگاه کنین حاجی اینجا آفیسه اینجا رو نباید نشون بدم دیگه خونه مردم بده دیگه اینجا جنگ 100% شب همراه ما هست اینجا چیه؟ بفرمایید اینجا حالا الان میخوام برم تو اون اتوبوسه این رفیق ما خودش اینجا زندگی نمیکنه اینا همینجوری محض اطلاع ریخته اینجا آره این کوربت جدید هست ماشین شاهنشاهی حاجی من همه اینا رو الان به شما نشون بدم میدونی چرا چون دیگه حالشو ندارم حاجی شب دیگه میخوام دیگه برم اون تو بشینم دیگه من خودم اینا رو دیدم 50 بار در این بازه آره درش بازه اوکی اینا ببین چقدر باله از این اتوبوس هاست که خونه هست گرمیه حموم و فلان و اتاق و خار پول و من گاییدم همه کار بکنیم چراغاش بودو خاموش کنم چجوری بلش کن با دست نزنیم به گاه میره همه چی داره دیگه آشپزخونه هست
پختم. این توی این بود. خب دیگه آقا دیگه من گاییده شدم از گرما دیگه ولش کن. ماشینه رو کجا بردن؟ خاک گرفته. مشکل ماشینه ها؟ خب دیگه آقا تمام اینو ببرم اینجا من بعید میدونم ما خواهی کنیم شب بخوابیم. یه اتاق تفنگ اینجا بود من نمیدونم اون کجاست. من زنگ بزنم بپرسم. برادر اگه let's go to the water it's hot. یه اتاق تفنگ بود اینجا بزنم میدونم پیدا کنم. اوه اینم تاریکیه برادر اینجا. اینو این چرا قشنگ درست کرده این تو رو نها کنیم. تگزاسیه توشه ببین چرا قشنگ درست کرده ببینی. کوچیکش کنم نمیشه. یه اتاق تفنگ بود نمیدونم نمیخوام تو برم فهمیدی؟ یه دو تا اتاق نمیخوام تو برم. دستشویی خارپوسم مثل خونه است دستشویی که همه چی چوبیه میبینی؟ اینا رو ولش کن. اتاق تفنگ نمیدونم اینجا نمیشه رفت حاجی. اینجا دیگه خطریه. یواش اینو واکنم این اتاق تفنگ بود. نه حاجی تخت نگاه چقدر خوشگله این تو. نگاه کن. آقا من دیگه مردم دیگه بسته دیدیم دیگه ولش کن دیگه بسته شده. آقا ما نمنم دیگه شروع کردیم پیاز خورد کنیم و کباب و ایزار بالمان هم گرفتم. شلوارایی که من خیس بود اینو پوشیدم. Motherfucker, what the fuck is that? Come here, cheers. آقا سلامتی رفقا که یار و یاور آیسی هستیم. سلامتی برای شما و خانواده جایی که غم کسکش وجود نداشته باشه. یه عکس فردا صبح بذارم استکان نرمکی های خونت رو میرزه پایینم. بگم اگه میگه توش فلفل ریختی. این فلفل این خونه‌ای که من هستم خونه یکی از نوادگان خوانی مازندرانه. این خونه که می‌بینی این سبکه خودش اهل نیست اینجا، خودش یه جای دیگه است. این همینجوری اینجا هست. خانزادن خان نه کس خان این اسمش از اخلاق کوزیره شمال. کوزیره داره کوی کوزیره. این از شمال براش آوردم. اینو ریختم تو این که اگه فردا صبح مذاب برین رکشونش بیرون انقدر تنده. شب گریزاریه فقط. همون شد. Still going was done. گوشت و بچه ها ما همون جوری ماساژ بدین که گوشتر خودتون رو ماساژ میدین. Close the door.
حاجی هر جا میخوام برم میخوام شما همراه من باشین دیگه. شما دیگه داداشی های من این دیگه. سلامتی جمع. بدم میادم مشروب با فاک جان. گوری لنگوری اینجاست حاجی. ماشین ما اندازه اتوبوس خودش، این درش بازه، چرا برش کنی؟ اندازه اتوبوس قدش، میبینی؟ آب زدم سرحال شدم حاجی. او مادرتو گاییدم. این چی بود؟ خرگوش بود؟ چی بود اینگه؟ دل من ترکید کسکش. این دوتا آخر هیچ وقت با هم نمیرسن. اون یکی داره نهره میکنه میگه من کس لازمم، میبینی یک دهنش بازه اونم ولی خار کسه تو کف بمون. The 4 wheel is here. من برم اون دم اون دریاچه پایین اونجا اون استخره بود که رفتم. Yeah, the 4 wheel is there. Oh yeah, perfect. Come, let's go with the 4 wheel. چی پشتش؟ حالا بعد میرم این تو رو که اصلا نگاه بکنیم ببینیم. Of course brother. این تیرین رو بذاریم اینجا. این پاشه داره. You see this? اگه میگه تو کسکش مودی، میگین چاقو ماقو دستت میگیری، میگی من میترسم من اینجا بکشی. اینجا رو نکن. این یکی اینجا بگی کنکش، یکی اینجاست یکی هم اینجا. اون چمندنیه. خب لای به امید صبح شیرین روشن روشنه. ترمز رو بگیری زنگ بزنیم چوی روشن میشین. اوه با صلوات بفرستی. اللهم صل علی محمد. برستاردیم زنگ من بزنم. ژپتو شد. دستی مستیش بالا نیست که هست. آره دستیش بالاست. اینا میگم این دستی خارکسته بالاست. پسر قدیر جانگولر مگه میشه در نهره؟ چیرز برادر اگه برادر. Actually, I like that, bro. It's buried inside, you know. یکیش خار زندگی رو گاهیدم مرکز. اون مشروب ریخ. میخوام برم دم دریاچه پیک بزنم شما حال کنید. خونه اونجاست. اونا یه عکس فردا میذارم. وای عکسی که فردا میذارم حواستون باشه استکان نرمکی خونه‌تون رو نگه دارین. همه میریزن لرز. یه عکس ساده ولی در اوجش سادگی کسخل تمامه. نام تیپم میخوام بذارم کس فیل. آقا جای رفقا خالی ها. حاجی ای حاجی ناله کن. حاجی آبتین احسان دیگه کیه؟ خیلی ها دیگه هستن دیگه. ریخت کار بسید. اصلا دیگه موزیک تو. Are you fucking crazy? You really think this motherfucker has کشو کمشو کن. این نگه دار که نیست. ما با این فارسی صحبت بریم اون بری ببینیم چه خبره. فینیتو کوسیتو دادا نه ترس نمیریزه. خونه اون ته ببینی امشب مسبا. وای من خیلی وقت اینا رو ندیدم. وایسا چی رو داری نگاه میکنی؟ خواهی داری بیا جلو.
همه برگشتن صدا رو میشناسم بچه شمالی اینا اونور رو روح من تازه شد یه رنج من میخرم تو همین I'm gonna buy one of this I promise not like this expensive one آقا یه دونه این رنج ها من میخرم همینجوری الان نه اینقدری که کسچر گفتم اینجوری با کلیه خودم و 5-6 میلیون فالوور همه رو با هم باید بفروشیم یه دونه کوچیک‌تر میخرم دو تا گاو و گوساله بیارم ای گوگوی آی گو فکر بده این خارکوسه رو تمامش کن بره دیگه سلامتی جمع کس خارقم کسیتو فینیتو بده بابا آقا اگه میگه من برای دوستای توی سورپرایز دارم سورپرایز اینقدر دوست داشتم شما اینجا بودین به جان قدیر به امام حسین به جان قدیر خار مادر دروغگو رو گاییدم حاجی خیلی دوست داشتم همتون اینجا بودین حالا نمیدونم چه جوری دیگه ولی تعداد زیاده ولی خونه رو بینی کجاست؟ ای بنازم به مایه تو شیرمرد اسمم خواهی نمی کنیم بگیم بعدت میاد این چیزا خونه اونجاست نه کن اینجا رو خونه اونجاست اگه میگه این گسکش کیه دیگه اگه میدونه ما خارگوسه آرام بخش میخوریم به من میگه تو قرص میخوری چاقو رو دست گرفتی خواهیه من جفت شد غروب آفتاب رو نگاه کن عکس اینجا فردا عکس میگه اگه Do you think can you drive this one go bring to drink? You want to drink? Yeah, of course, bro. What do you want to do here? Can you drive this? Of course, bro. You sure? No, you sure? Of course, brother. I'm gonna sit here a little bit. Yeah. Don't make it crazy because I have to cook. Same Okay? thing. No. The reason I'm saying because I have to cook. If I get drunk, I cannot do shit. Just kid, do your thing over there. Let me go. For sure, you feel me, right? 100%. Okay. So listen, بزنیم بریم مشروب بیارم اینجا وایسم. Listen, when you drive it, when you stop there, leave it here. Don't move it, okay? Just turn off the engine and push the brake and then you can start it. Be careful again, okay? شهرآشوب میخواد اینجا برای خودش تنهایی بشینه دم برکه حال بکنه. Careful, okay? Huh? And tonight, after we got drunk, we're gonna sit here and drinking. We'll swim here after get drunk. Fuck no. Listen. اگر گفتم بره یه دونه مشروب دیگه درست بکنه بیاره دایی بنو مست کنم شو مست کنه که باید مست میگم باید بکنم شب اینجا خونه اون ته میبینی ای خدا آجی خدا بهت بیشتر بده میخوام بره دوقه بهش گفتم بره میخوام تو سکوت اینجا برای خودم بشینم این کسکش فقط نشکنه ما نیفتیم بذار برم رو اون یکیه یا نه هم یکی خوبه همه خوبه دیگه ولش کن Oh my god اینجا رو نگاه کن بابا نگاه پشه کسکش دیگه بابا برو دنبال کارت دیگه مادر جنده این همه روز اینجا تنها داری کسبازی در میری برو دیگه بابا اسکول چه خبر حاجی دوست داشتم میتونستم حداقل 2000 تا استوری بذارم میشه 2000 دقیقه شما نگاه میکنی که بذار راه برم حاجی خدا جان قشنگی دیگه نه یه بچه خوبیه اینو آوردم دلیلش اینه که میخواستم تنها بیام حقیقتا ولی گفتم تنها بیام حاجی دیگه قاطی میکنم خیلی این 3-4 روزی با خودم کلنجار رفتم که بر نگردم به علف این چند روز رو رد کردم خیلی کار کردم یعنی همه مدل خودم رو کسگیر آوردم که برم سمتش یه چیز دیگه بهتون بگم و اینو من فهمیدم میخوای ترک بکنی هرچی داری بریز دور
متا تو خونه داری بریز دور. و اگرم تازه کار هستی سمتش نرو داداشی. یعنی التماست میکنم، من خاندان من عملی هن. خاندان من سمتش نرو برادر. میخوام اینجا اینجوری میخوام دستمو بذارم، چون که داداش مغزتو باطل میکنه. ناراحتی، افسرده‌ای، دپرسی. آره یه چیزی در زندگی یاد باشه داداش. دیدی لاک پشت نما کن، میبینی سرش برد زیر آب. کسه همشی. تمام آدمای بزرگ الان صاحب این خونه مثلا خودش این سیگار نمیکشه، رو 50 سال سنشه. آدمایی که بزرگ شدن هیچ کس با دراگ نتونست بزرگ شه. مثلا دیدی این رپرها رو داداش، اینا علف میکشن، بعد اینا سیستم زندگیشون فرق داره، مادرش با مادر ما فرق داره، پدرش با پدر ما فرق داره، زندگی‌هاشون با زندگی‌های ما فرق داره. میگیری دارم چی بهت میگم؟ بعد اصلا آدمای موجهی نیستن اینا، که آمریکایی درست حسابی اصلا اینا رو قبول ندارن اصلا. کل المجموع میخوام اینو بهت بگم که مواد مثل رفیق مادر جنده است که بهش دل میبندی بعد کیرت میکنه. خب مواد کیرت میکنه، همینجوری که من کیر کرده الان. حاجی من حال و روزم خوش نیست اصلا، هیچی هم از هیچ کس نمیخوام، همه چی دارم ولی حال ندارم. ببین گوشه‌گیرت میکنه، میخوای همش یه چرا فکر میکنی این هنرپیشا، این خواننده ها، این آدمای یهو قید همه چی رو میزنن میرن یه گوشه، اصلا حوصله هیچ کی رو ندارن؟ این به خاطر این نیست که نه داداش چون معروف شدن راحت نیستن. این کس شرا چیه حاجی؟ مردم سمتت میان عشق میکنی، انرژی ازشون میگیری، انرژی از مردم میگیری، ولی یه جایی میرسی که داداش دیدت به زندگی عوض میشه. الان مثلا من این آبو میبینم به یه چیزی فکر میکنم که اصلا به یه چیزی، ببین دیدتو خراب میکنه، دیدتو داداش مواد خراب میکنه. اگر تازه شروع کردی، حتی 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال حتی 5 سال، بذار کنار برادر من. به قرآن مجید همراهت هست، رفیقت هست، یه جا تنهات میذاره که آجی یه چیزایی رو نشونت میده، بهت میگه ببین اینه نگران نباش، دنیا اینه، 2 روز دنیاست، اینه. بعد یهو تنهات میذاره، حتی وقتی که میزنی تنهات میذاره، کسکشی و ولت میکنه. فهمیدی؟ داداش من همه فن زدم ولی بدنمو حفظ کردم. اون موقعی که میکشیدم همیشه یادتون باشه میگفتم ویترینتون رو حفظ بکنین. عمل داداش سفید داشتم، عمل قرص داشتم، همه کار کردم حاجی. بعد من از همه شما بی جنبه ترم، یعنی ول نمی کنم شروع کنم، یعنی حاجی شروع کنم ول نمی کنم. الان مشروب چون میدونم بدنم خراب میشه مثلا هفته 1 بار میخورم و اینا، داشت مشروب دست من نخواهد افتاد. یعنی خیلی این 2-3 روز با خودم کلنجار رفتم برم یه کام بگیرم، گفتم والا شبا میکشم، بعد استوری نمیذارم، فلان میکنم. دیدم ولی بی‌معرفت حاجی، معرفتی ازش ندیدم که بخوام بهش برگردم. دارم به شما میگم مواد خیلی بی‌معرفت، کسکش خیلی مادر جنده است. ببین تو باید قبول بکنی که داری تو واقعیت زندگی میکنی، داری با آدما زندگی میکنی. ببین الان من میتونستم اینجا تنها بیام، اینجا تنها بشینم، میتونم اگه رو بگیرم. اگه یه آدمه، خب
یه نظر داره، یه سلیقه داره، یه وایب داره، یه انرژی داره، یه موزیک دوست داره، یه کس دوست داره، یه کیره خر دوست داره. خب در کنار آدما میخوای زندگی بکنی. آره داداش، اگه میگفتی من میخوام برم تو جنگل مثل سرخپوستا تنها باشم تا آخر اون، میگفتم تا فردا بکش. خرابت میکنه، دل میبندی به یه چیزی که واقعیت نداره. داداش ببین این علف این ای بابای کاش نمیکندمش. خدای ما رو ببخش، نباید اینو میکندم، داشت زندگی میکرد اونجا. فاک من. آره این علف هنو مست نیستم، یه پک خوردم، هیچی هم سالمم، هیچیم نیست. این علف رو تا کجا رفت کسکشینم؟ بس اینو بیارمش. افتادم. این علف رو تو فردا صبح مواد که میزنی، ماشروم میخوری، گل میکشی، نگاش میکنی، فردا آره حاجی این اصلا منو نگاه کرد، این با من صحبت کرد، این فلان کرد، این بلان کرد. واقعیت نیست برادر. اون چیزایی که تو رو مواد بهش فکر میکنی واقعیت نیست. یعنی far from reality، یعنی خیلی فاصله داره با واقعیت. بعد تو اونو با مغزت بزرگ میکنی، با مغزت باش زندگی میکنی، بعد اذیتت میکنه. اگر چند ساله داره میکشی تا شروع کردی، ولش کن. به قرآن مجید من عاشق نشگیم، من عاشق اینم که از این حال طبیعیم خارج بشم. خب ولی اشتباه محض برادر من. همینجام یه چیزایی هست میتونی خوب نگاه. اونقدری که به علف به مواد تکیه دادی، اونقدری که به مواد تکیه کردی، انقدر پشتش بودیم دیگه. من خودم داداش پشتش بودم دیگه. هر کی کسشر میگم میگفتم نه علف فلان میکنه. پشت واقعیت زندگی خودت بری، کسی جلودارتون نیست که حاجی، به قرآن مجید نیست. همون جوری که پشتش هستی مثلا میگی صحبت اون، نه اون اینجوری میگه، پشت واقعیت باش، ببین چه چیزایی رو میبینی حاجی. دید انسان در این کره زمین خیلی چیزا هست حاجی، ما نمیبینیم، هیچ کدوممون ندیدیم، مثلا گیج چیز دیگه ایم. حالا دیگه ولش کن دیگه اومد. انقدر دوست داشتم اینجا بودین، همه اینجا رو با من میدیدین حاجی. بدم میاد تلفن مادر جنده دستم و از این برم میخوام در کنار شما باشم. خواستم یکی رو بهش پول بدم ماهی $2,000 بیاد فیلم بگیره. حوصله ندارم حاجی، حوصله آدما رو ندارم. My lovely brother Ege. My friend. This is the best vodka soda. این حاجی این خیلی به من. in the Bahamas. Let me cheers brother. Cheers to your family. Likewise brother. باز گفت همونجوری. Well I don't have any family. هیچ کدوم من فامیلی ندارم که. اون داره کجا میره حاجی، نگاه کن حاجی. اینم مثلا الان داره میره مثلا زن و بچه رو گرفت. توپم حاجی، خارشو گاهیدم، طبیعی توپم. هنوزی چی نخوردم که. آقا سلامتی جمع. ای خدا ما رو که آوردی تو این دنیا، تکلیف ما رو معلوم کن حاجی. ما رو نگاه کسگیجگی، هم من هم اینا رو. آقا فردا این عکسی که میخوام بندازم بالا یادتون باشه، تو بهترین حالتم تو این 2 ماه گذشته، امروز شده 61 روزی که ترک کردم. دلتنگ بی‌معرفت ترین مادر جنده دنیام، فقط همینو میتونم به شما بگم. آره دلتنگ کسی هستم که حاجی با ناموس من خوابیده. دلتنگ کسی هستم که حاجی بی غیرت کرده منو. برای همین نمیتونم بهش برگردم به هیچ وجه. سلامتی خودم. بدون دیگه پلیز. I wanna the cow fucking I'm crazy about the So cute man, and those animals are. oh.
به سویت دراز بیا تا غم خود را با راز و به خدا در همه عمر قبلگاه دل من جز تو آقا آتیش بازی صدا رو گوش کنیم. فهمیدن امشب ما اومدیم از تهران پایتخت تو نوشهر ویلا دارن برای شاهنشاه تیراندازی میکنن اونور. خدا بخواد برای اینستاگرام چیز درست بکنن یعنی هر کیره خیلی پیش میاره. الان وسط بیابون کسکه آتش بازی شد. هیچ رسمیتی هم امشب نیست، فقط جز اینکه ما امشب ما بچه انور سادات اومدیم جام بتاز خارکسته مادر جنده بتاز بزن خارکسته رگباری کن خیابونو. ای امان ای امان سلسل رشته قاجار اومد خارکسته برای رشته کوههای البرز. این داره کسکش پهباد زدن که چی شد کسکش. هر کوی و گذر این همه دیوانه نبود. من و جام می سه ساقی اگه بسته صد جام نداشت سر هر کوی و گذر این همه دیوانه